ما با چه معیارها و ملاک‌هایی حق رو شناسایی می‌کنیم؟ معیارها و ملاک‌هایی از نظر حقوقی و قضایی وجود دارند که ما میتونیم به وسیله این معیارها حق رو تشخیص بدیم. یکی از این معیارها شناسایی در نظام حقوقی کشور هست. یعنی اگر یک ادعایی، خواسته یا مطلبی از سوی شخصی مطرح میشه، برای اینکه ما اون رو حق به حساب بیاریم میتونیم به نظام حقوقی اون کشور مراجعه بکنیم، در قانون اساسی، در قوانین عادی، در عرف و سنت یا در لایحه قضایی دادگاه‌ها. اگر اون خواسته یا ادعا به عنوان حق شناخته شد، این یک معیاری هست که ما میتونیم تایید بکنیم و اون رو به عنوان حق به حساب بیاریم. مثل حق نفقه، مثل حق مالکیت، مثل حق حمل سلاح، مثل حق حریم خصوصی که در نظام‌های حقوقی ایران، ایالات متحده امریکا و جوامع اروپایی در نظام‌های حقوقی اینها به رسمیت شناخته شده. یکی دیگه از معیارها قابلیت اجرا و حمایت قضایی هست. اگر یک موضوعی، خواسته یا ادعایی از نگاه نظام قضایی و قانونی کشور به عنوان حق شناخته بشه و حق شخص از سوی دیگران مورد تعدی و تجاوز قرار بگیره، اون شخص حق مراجعه و مطالبه در دادگاه رو داره تا مورد حمایت قرار بگیره. مثل حق حیات، مثل حق مالکیت. حق حیات یعنی هر شخص زنده‌ای دارای حق حیات هست از نگاه طبیعی و اجتماعی و قانونی و عرفی، و دیگران مکلفن که به این حق حیات احترام بذارن. و اگر شخصی از سوی دیگران جسم و جانش مورد تهدید قرار بگیره یا مورد قتل قرار بگیره یا مورد ضرب و شتم قرار بگیره، نظام قضایی اون کشور این شخص رو مورد حمایت قرار میده. بنابراین دیگران تکلیف دارن، متعهد هستن که حقوق قانونی و قضایی اشخاص دیگری رو رعایت کنند. در روابط اجتماعی حقوق و تکالیف در مقابل هم قرار داده. یعنی اگر یک سری از اشخاص دارای حقوقی هستن، اشخاص دیگه متعهد و مکلف هستن که به این حقوق احترام بذارن و رعایت کنن. مثل حق مالکیت، اگر شخصی مالک یک ملکی یا مالی باشه، دیگران متعهدن، مکلفن از نگاه قانون و قضا که به این حق مالکیت احترام بذارن. معیار دیگه تعارض نداشتن اون موضوع و خواسته با در واقع نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه است. اگر یک موضوعی در نظام عرف و سنت و قانون اون جامعه به عنوان حق شناسایی بشه و شناخته بشه، در واقع مورد تایید هست. مثل حق ازدواج موقت در نظام قانونی و عرفی ایران که مورد تایید هست و عمل میشه، ولی همین حق در کشورهای اروپایی شناسایی و تایید و تصدیق نمیشه و مورد حمایت قانون و دادگاه هم قرار نمیگیره. پس یک موضوعی در یک سرزمینی حق به حساب میاد، در سرزمین‌های دیگه حق به حساب نمیاد. یا حق ازدواج همجنسگرایان در کشورهای اروپایی این به عنوان یک حق شناخته شده، چون عرف و سنت و قانون در اون جوامع این رو پذیرفته، ولی همین موضوع در کشورهای اسلامی و در کشور ایران شناسایی و تایید و تصدیق نشده و به عنوان یک حق به شمار نمیاد. بنابراین ما با استفاده از این معیارها میتونیم تشخیص بدیم که یک موضوع و خواسته و ادعایی که از سوی دیگری مطرح میشه آیا حق به شمار میره یا نمیره.